بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. خانم در این بخش مقابله است. مقابله صنعت معنوی است. اگر امی مصرع اول معنای مصرع اول خو معنوی صنعت است، اگر معنای مصرع اول ضد معنای مصرع دوم شود، این صنعت مقابله است. من گفتم تضاد. احمد ضد داره به محمود، درست؟ احمد ضد داره به محمود. ای خود دو کلمه شد. ایره تضاد میگم. اما تیم احمد مقابله میکنه با تیم محمود، ایره مقابله میگم. در تضاد دو کلمه دید یک دیگه است، ولی در مقابله اگر معنای مصرع اول ضد معنای مصرع دوم شوه، ایره مقابله استناد میگم. جاهلان دی په مثال د مردگان و عالمان دی په مثال د مسیحا. جاهل مثل مرده واری است، عالم مثل مسیح زنده کننده یا معجزه عیسی علیه السلام که بودن که مرده ها را زنده می ساخت. عالم جامعه را روشن میکنه، جاهل جامعه را تاریک میکنه. معنای مصرع اول ضد معنای مصرع دوم شد، ایره مقابله صنعت میگم. امی قسم سیومین صنعت که من میخوانیم مرات النظیر تناسب یا تلفیق است. مرات النظیر تناسب یا تلفیق. کدام صنعت را میگم؟ اگر شاعر ببین مرات النظیر، مرات کردن نظیر کم پیدا را میگم. نظر اگر تلفظ کنم دید را میگم. مراد کردن دید خود. کم پیدا را مراد میکنم. تناسب یعنی تناسب رابطه داشته باشه. اگر شاعر دو کلمه، سه کلمه یا چند کلمه ای رقم بیاره که بین خود رابطه داشته باشه، بین خود رابطه داشته باشه، ایره مرات النظیر یا تناسب صنعت میگم. و رابطه از کدام نگاه باشه؟ این رابطه همجنس باشه، مثلی عطر انبر. خاردو خوشبو است یعنی از یک جنس است یا نیست؟ این رابطه تشبیه باشه، مثلی اره شانه. این رابطه لازم ملزوم باشه، مثلی قلم خط کاغذ. این رقم کلمات بیاره، درست؟ من که خط نوشته میکنیم توسط چی؟ قلم. سری چی؟ کاغذ. لازم ملزوم شد یا نه؟ من اره و شانه هر دو دندانه داره یعنی دواره پری لري که نلري؟ عطر و انبر دواره یا هم خوشبو لري که نلري؟ پس این قسم مراتب تناسب یا هم جنس باشه یا تشبیه باشه یا لازم ملزوم باشه، هر سی یکیش که باشد این رابطه جور میکنه. مثال سینه می دیگ، زړه می غوکی. سینه من مثل دیگ واری هست و قلب من مثل گوشت واری. اوخ که و بدی عشق مثل آب است، بیلتون اور پسی کوینه. بیلتون جدایی این آتش را روشن میکنه. این خو معنای شعر شد، معنوی صنعت شد. من معنای کلمات را میپالم. وقتی که من گوشت را پخته میکنیم در دیگ میندازم یعنی ذرات داره، یعنی با آب ذرات پیدا میکنه یا خیر توسط آتش پخته میشه. یعنی دیگ، گوشت، آب، آتش، این کلماتی است که لازم و ملزوم هستند. این نوع کلمات اگر شاعر در شعر خود آوردن، این صنعت مراد نظیر. دیگه چهارم صنعت معنوی که من میخوانیم او صنعت عکس و تبدیل است. عکس اصل را میگم، تبدیل سرچپه کردن را میگم. یک معنی تضاد بود، یک سرچپه میشه. مثال شاعر میگه اگر مصرع اول، اگر معنوی صنعت است، معنای مصرع اول در مصرع دوم سرچپه شود، ایره عکس و تبدیل صنعت میگم. عکس و تبدیل صنعت میگم. اگر معنای مصرع اول در مصرع دوم سرچپه شود، ایره عکس میگم و ایره تبدیل میگم. مثال
ما پسل کرتا یاد کلی ترانگلی من 100 دفعه نامی تو را گرفتم تو یک دفعه نامدی این اینجا نشته میکنم من وای 100 دفعه نامی تو را گرفتم تو یک دفعه هم نامدی اگر وای تو زبسل کرتا درشم کتا یاد کنم اگر تو یک دفعه نامی مرا بگیری من 100 دفعه میاییم این معنا تبدیل شد یا نه سخی کلک ورک ورته کک دی ادبی سخی اگر 1 لک روپه بته بری ازو یک کک معلوم میشه یک پیسه معلوم میشه بخیل که کک ورک ورته لک دی بخیل اگر 1 پیسه بته بری ازو 1 لک روپه معلوم میشه سرچپه شد یعنی ایره میگم عکسو تبدیل این 4 سنت را من خواندم دیگه جلسه بخیر دیگر سنت خدایا نگهدار